بخوردم مرگ مفاجر شما بخوریم تو سکو بگی لگمون که نگی لگ بستکن سر دلیل شلیات پاک بخوردم چقوکا بلبلا بخدیم گی لگو یک کار بدونی تو سکو ایتا نمیشه مگر یک آدم مستوی رو آدم میگی تیار کنه بشونه گیلن گیلنو درکای نیه ابا میگی لگ برات ندیدی کی؟ لگ برات ندیدی گیلک گیلک برار تو گیلک برار تو به اون باقچه و چمرات چی میگیشتن ای مرگم فاجایی بگیره این به سر زمین شکلیا بشوندون که چقوکا نیم نچینم اما تا به سرا برفتم 10 دقیقه نمیشه ما برفتم از سرمی زمین رد خوبم کردم چون به کجا رفتم بیلا با اون باقچه و چمرات چی میگیشتن من مدی چی نگفتم دیگه ایتا 500 تا 1000 تا چقوک معمول باله میشکلیا رم دادم عباس من خب بستک همینجا گو برفته خود گم که خود تو بستک بالا شیریا دیگه برای خدافظ بخیر بری تو کجا میگی؟ الفار میبرم سرا عباس به جمع زمین ها شما بود به جمع زمین ها ما به چه منجگاه بودک دیگه به تا زمین ها شما نه به جا زمین ها بود چکار من میتونم بال کنم انا گیلک بیام گیلک شرفه جانجوری خیلی سلام شکر زنده باشی کجا میری؟ کجا میری؟ من هیچ جا بیکاری؟ بیا رفیق یک کاری کن یک خدمتی بکن همینجا علف داره کردم خوشین خیلی سنگین شده امیر خودیم رو بال کن شونه پلویم 2 نفر دیگه من هستم شونه پلویم خب تو که بیکاری به دور میز جو چی میری تو؟ دور جو؟ ما مگل بگیرم با گربه خوب چی بگیری؟ مگل میگیرم با گربه خوب و جوجه سخت خوب مگل خوره جو نه حالا بیستمر خب یه بار همین خر علف خودیم رو بال کن ما به تو آدرس میدم که به کجا خیلی داره برو از اونجا بخو مگل بگیر کی به کجا خیلی داره؟ به تو آدرس میدم که به کجا مگل خیلی داره برو از اونجا مگل بگیر برای سگ گربه شونه پلو شونه پلو من از صبح طالب سر زمین ای جرینگک پرینگ شونه پلو جرینگک پرینگ هی خدای ورستی گیلنیه تو برامو نمیبودی اگه یک لقمه نخونه میخوری چی به درد میخوری تو خودی از تنی کنم خب دو خیلی از یک برد چیز میتونه پلی تو اگه برای من نمیبیدی میرفتم 15 تا شطور خیلی بم نستم میامد دیگره که دیگه نه چی میگی شطورها خیلی بکنه میچلیدی گردن من باشه تیمارو گردن من باشه تیمارو به گردن من سیمارو گردن من سیمارو آخش وخش از او سنامی عباسه که خر بار نکنم نه روغنار گردن من بزید زمین من نه روغنار سرخ کو 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 اینا رو میبرم نه روغنار سرخ کنه ببره اینا پخته کنیم بزنیم به بدن که رژیم بگیریم این جوپوره گردن مبند باشه جوپوره اشیا مرگ بخوری خواهی بزی پا تم علف و چی حتی خواکش میخوری دیگه لگر بی خیر بگه امی علف رو خودیم بال کن ما یک نفر آدم اشته بال کنم خیلی ثواب نمی تو برو اصلا تو بیا ثواب ممزر پام پرتیدی من اما و دردم چی میخواد ثواب بیتر یا شونه من تو
برو نانی خوب پول نانی تو آدم شیاره تو نافهمی برو بگو ننه شونه پهلو چیه معذور جنینگا ای جنینگا که تلاخ ایته شده این شونه ایبی شده شونه پهلو شده آگیلا یا خوکش علفی آخه موتر موضوع خشتی کنیه آبی خاکش ها این خاکش من میتونم بال کنم تو مغز سرد قرار برو به شهر به 1000 2000 3000 بعد جرسگیل بیاری بال کنه برای خرطو اول یک بار میکنم یا خوکش علفه تو خود قیافه گندی خواهی میکنی سیچری من میایی جغ میکنی برو گیلا کشی برو تو تنی خوب بیننگی کلون کردی تو تنی خوب بیننگی کلون کردی برو تو که بخول میگی برو بسیار مله برو اینجا برای چیزی نپل برو سرتو شده یلگرد شدی برو فس فس درک برو چی قول مقال داری گلک با چی جنجال داری چی قول مقال داری با نورلا بیان لا نور یک دقیقه بیاین می عباس تو چه گلک کجا میبری پیغام اومد و میفهم دیگه تو دائم وقت پیغام میاد کجا میبری چی؟ تو مگل بگیرم مگل چی مسیو به شما کار دارم یک دقیقه بیاین آه یاره ایمان مگه بگیرم این خلصه که بیشتر خاکشی داره بگیر به تو چی کمی لا نورلا ثواب ما اینا بیاین خوکش علف خواهی بعدی خوکاش بر نکن خودت تو نه یک گپ بیای بیاین کار بیاین میکنیم خوکاش خود بابا شونه پهلویو شونه پهلو دیگه با چیه اصلا شما یک روز یاد میده که از میادن خیر دیده باشین پیار و برور تو ازی خیر ندیده ما و تو خیر رسی یک چیز دیگه تو اینجا چی می زمینات کرو بزن پایین تو سر زمینا ما وادی چی می سرزمین شما آجی این کچه تیر میشه میره که مگل بگیرم گربه خوب بجی چیزا خوب چرا سر زمینا خود خونه میگیری جو خشکه مگل داره مگل به خشکی یا به تری برو میگم بیاین خوکش علف خودی با کنین شونه پهلو نه دیگه سر زمینا ما نه برو معروفی میشه بجی برای الله چی عراتی میشه که ما بریم شو خور میشه عروت قربان برو ایستاد نشو برو تک دیگه برو شونه پهلو میشی یعنی که بابا به از کی خیر ما برو گیلک برو تو بگو خلاص میشه برو که تو برو کلو از خوب کی ما زنی خبر سر تو بخار تو بر کنم برو بیاین لاندو خیر بیاین گوشت ده مگاری ده کجا شده لا حول ولا نمیگه که ما یک اوجری داریم یک شعلی داریم یک کار دقیق میشه داشته باشیم این را گم کرده بیره مردم نگاه کن فکر کار بار نه که جان با خود گپ میزنی چکار کنم لالا رمضان همین گلک کبر شکستی برار ما ندیدی عدست کردی ما و بلای ما 10 دقیقه اون بچودم سر دمی شلی گفتم گلک همینگی بچی داره می چوکا بیای همین شلی ها بخوره تا برفتم بیامدم در کا گلکیه گیلاگه اولی به بالا سرم جو کلو نه به خود مگل میگیره مگر میگیره مگر ما چکا بگم با گومت چون به جوجه سخ و به گربه خون اما من از این بالا می جو کلو نه هم سگم با مگر خورده چی بزنی اشتر در آما میکشه لارا رمضان میگی لک برار من بزنی میگم این کارا نکو برو فکر به اصل بردار بگه ساعت توفونت برقی بردش تو گفتم صحیحه در تو بخلی تیاره اونم اینجا گاه برار همین پیشتر بیرون میبینی حال خاطر دولت درختا برگ داره آخی که به درد میکشته زراعت شما هم نمیخورید به یک جامعه به یک ایران به یک شرکتی به یک جامعه دست بکار کنه که حداقل چه ورود اونجا پرته باشه از این چی فایده تا شما دست به عذاب میبری برمیگرده یعنی لالا رمضان عزیز که هیچی فایده نیه که خیر بلا برادی 100 برابر هم نقصینه این طال دروازه قندار ندیده شما به من میگی بیدره کنیم به ایران به کار کرده این اصلا بلد است ایران به کجا ایران چیه این لک برار بیار بخوره انی برات مگر بکرده دیگه کسی بیاد نداره راست میگی گفا برو اونم اینجا رو صدا کنم اینجا برو پیدا کنم برو بی سر زمین دستان پیر شده درو نکردیم من اینا هم پشا بخوردم مگر اینا وقت درو میکنه اینا سبسته که گو بخوره مال بخوره بابا سلام علیکم
و علیکم مونده نباشی جور بشی بابا جان علم به سر آمده دیگه دستگی لک بران گردن و من رنج خونه بکرده ایمه چه کار شده با بابا اون 5 دقیقه بشوندم به سرمون زمین شلیا گفتم گیلک جا می جرینگی دست تو باشه نقضا چوکا بیایه اما مادم میره میتم کو بگو هی خوب گفتم خوبه من تا به سرا میرم برفتم بابا گردن و من رفت آمد به 5 دقیقه 10 دقیقه تو لکشی بیا مادم نیدی هیچی نیه گیلک بخیسته برفته درکو گیلک به سر زمین میگه بابا عجیب بر به این بر بگرد برادری عباس پیدا کن عباس ندیدی گفت چردی بر زمین ها بابا بیا مادم پیش نمازون دیدم گفتون رمزون ای بران میگی لکه ندید گفت بزید و ای با خود خوب تا جوان مگل میگریفته که ببره بده به سر خود بابا ام سگ مگل میخوره این راستی که دیونی بوده بابا نی بابا پدیروگی دیونی راستی خوده این مردم به من میگفتن که این بچه تو دیونه من میگفتم اینا دروغ میگن بابا من نمیفهمم ما رنج آخه ما خیور بوشندون سر صبح که برو همون شلیار چوغو کار بزن که همون شلیار نچینه این از کجا سر بده ندیدی همون نی بابا هر چی بگیشتون گیلک پیدا نکد آخر رمزون گفت به کنار همون جواه برفتون کنار جواه نبود مدتا گیلک ندیدم بابا تایکو که تو چه کار میکنی برو به سر همون زمین بشی تا خود از او پیدا شه بیای سعی کنه یک راه حل پیدا کنه که همون زمین پاک چوغو میخوره خدا میدونه او کی بیای هر دفعه که گوشه شد او میایه به سر به قصه زمین نیه بابا تو خود تو وقت برو سعی کن که تو کار شلیان نچینه یعنی بابا رنج و خونه و همه به این خند منه دیگه خود چه کار کنین دیگه او که به قصه ای کارا نیه او به فکر این گپا و این کارا نیه دیگه ما باید ما و تو همین رنج ببریم خدای پاک گیلک برار ما به سر عدالت کنه عقلی و به سر جای بیاره چه کار کنیم بابا خوبه بابا شما کار کنیم من میرم میگم باشیم از زمینا بابا خوبه بابا برو دیگه من کدو خوناور بخورم کدو رنج ببرم این بم سری کنم اگه کنم که بیا علف بدره دست پنجه خورم میبره میگه توقع زد علف درو کردم یاد نداره چه کار کنم اشتر کنم دیگه چه خاک به سر خو کنم